مهم است و ای که باید در این مورد ما و دوستان عزیز ما که معلوماتشان نسبتا کمتر است معلومات حاصل کنیم که یک اصطلاح به نام قطیه دولت، درست؟ اول از همین خود قطیه را برای ما یک تعریف کنید که همین چی هست. با زمانی که میگیم خب قطیه دولت و مسائل پیرامون از ای مترادف با بودجه میتونه که مورد استفاده قرار بگیره و یا تفتیش شما و نظارت و بررسی شما از مسائل قطیه دولت به چی گونه هست، به چی ترتیب است بفرمایید. قطعی دولت در حقیقت یک صورت حساب است، یک صورت حساب مالی هست و یک سند مالی هست که شاید از مهمترین اسناد مالی دولت باشه که سال هاست در افغانستان وجود داشته که توسط وزارت محترم مالیه ترتیب و توحید می شده. البته هر واحد بودجوی باید قطعی حسابات خود جور بکنه در پایان سال مالی. در حقیقت وقتی که میگن حساب قطعیه یعنی که حسابات یک سال